حیات و فعالیت رابرت ویارنس وودوارد. رابرت ویارنس وودوارد سال 1917 در ماساچوست ایمئا تولد یافت. از خردی به علم کیمیا شوق و رغبت زیاد داشت و این محبت او را به سوی تحقیقات علمی راهنمون ساخت. وودوارد تحصیلات عالی را در دانشگاه هاروارد آغاز کرد و در آنجا اولین قدمهایش را در ساحه کیمیای ارگانیکی گذاشت. پس از ختم دانشگاه وی به آموزش و تحقیقات علمی پرداخت و در سالهای بعدی یکی از عالمان پیشرفت ساحه سینتز کیمیایی ماده‌های مرکب گردید. وودوارد با اصولهای نوی سینتز و تحلیل مولکولهای ارگانیکی شهرت پیدا کرد. در فعالیت علمی خود وودوارد اولین شده ساختار بسیار پیوستگی‌های مرکب را با اصولهای سوپتروسکوپی معین نمود و سینتزهای موفقانه ویتامین‌ها، آنتیبیوتیک‌ها و دیگر مواد طبیعی را انجام داد. این تحقیقات‌ها برای پیشرفت طب و صنعت داروسازی اهمیتی بزرگ داشتند. سال 1965 رابرت وودوارد برای سهمی بی‌نظیر و بی همتایش در سینتز ارگانیکی جایزه نوبل را صاحب شد. او اینچنین عضو اکادمی علم‌های آمریکا در دیگر مؤسسه‌های معروف علمی بود. وودوارد نه تنها یک عالم بود بلکه آموزگار صاحب معرفت نیز بود که نسل نو را با آموزش و محبت علم هدایت میکرد. او با کار خود راه نو در ساحه شیمی را باز نمود و نامش را تا امروز همچون نمونه اخلاص و مهنت کسبی در یادها باقی میماند. رابرت ویارنس وودوارد سال 1979 درگذشت ولی میراث علمی او تا ابد باقی خواهد ماند و علم کیمیا را به سوی آینده میبرد. رابرت ویارنس وودوارد سال 1917 در جامعه باستان تولد یافته باشد هم اما تحصیلات علمیش در آنجا نبود. تمام عمر را به تحقیقات کیمیای ارگانیکی بخشیده در طول بیش از 40 سال با موفقیت‌های بی‌نظیر نام برآورد. وودوارد برای تحقیق ساختار و سینتز پیوستگی‌های مرکب طبیعی از قبیل ویتامین‌ها، آنتیبیوتیک‌ها، آلکالویدها و ماده‌های گوناگون طبیعی مشهور شد. او اولین شده اصول اسپکتروسکوپی را برای معین کردن ساختار مولکول‌ها به طور دقیق استفاده برد. از جمله کارهای برجسته‌اش سینتز ویتامین B12 می باشد که یکی از مرکب‌ترین پیوستگی‌های ارگانیکی به حساب می رود. این کار او نه تنها دانش علمی را فراهم آورد بلکه برای رشد طب و صنعت داروسازی اهمیتی کلان داشت.